دعا برای فرزندان. اللهم احفظ ابنائي من كل شر وسوء وبارك لي فيهم واجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح والخلق الحسن واهدهم إلى صراطك المستقيم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين وارزقهم الصحة والعافية واحفظهم من كل مكروه. پروردگارا حفظ کن فرزندان من را از هر بدی و بدبختی. در آنها برای من برکت بده و آنها را روشنی چشم من در دنیا و آخرت بگردان. پروردگارا آنها را با علم فایده بخش، عملهای صالح و اخلاق نیکو رزق بده. آنها را به راه راست هدایت کن و در آن چیزی که دوست می‌داری و می‌پسندی آنها را موفق گردان. پروردگارا آنها را از بندگان صالح خود قرار ده، با تندرستی و عافیت رزق ده و آنها را از هر بدی حفظ نما.